الحمد لله الذي أنزل القرآن وعلم البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس التجويد، نسأل الله التوفيق والإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست هدایه جاودانه و گرانبها از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم حضورتان می کنم که آن سلامی پر از محبت و برکت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، با کانال یوتیوبی حبیب اسلامی خوش آمدید. خوشحالیم که می توانیم در کنار شما پیام‌های روشنگر ایمان، محبت و عمل صالح را شریک سازیم. با ما همراه باشید. قرآن کریم بزرگترین و مقدسترین کتاب جهان است که از سوی الله سبحانه و تعالی به عنوان هدایت، رحمت و نور نازل شده است، بلکه برای تفکر، تدبر و عمل نیز یک راهنمای الهی می باشد. تلاوت صحیح قرآن کریم بدون رعایت قواعد التجوید ممکن نیست. تجوید به ما می آموزد که چگونه کلام الله جل جلاله را به صورت درست، واضح و زیبا تلفظ کنیم. بدین منظور ما تحت عنوان قاعده اظهار القرآن یک دوره کامل و مفصل تجوید را ترتیب داده ایم که از قواعد ابتدایی تا مهارت‌های پیشرفته تجویدی را در بر می‌گیرد. این دوره نه تنها روش تلاوت شما را اصلاح می‌کند، بلکه رابطه شما را با قرآن کریم عمیق و پرمعنا می‌سازد. بیایید این سفر پربرکت تلاوت صحیح کلام الله را به اخلاص، محبت و تعهد آغاز کنیم. دوستان عزیز، اگر می‌خواهید از ویدیوها و درس‌های جدید ما برهمند شوید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید، لایک بزنید و آن را به دیگران به اشتراک بگذارید. در هر کنج کنار جهان که هستید، خوشحال و سرفراز کامیاب باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.